سلام بچه ها، به کارگاه من خیلی خوش اومدید. من مونیکا هستم و خیلی خوشحالم که میتونیم در کنار هم کلی کارهای باحال سفالگری انجام بدیم. خب بزن بریم برای شروع این ویدیو. خب طبق همیشه اول گل و ماساژ میدیم. اگه میبینیم من زیاد مثلا دقت نمی کنم که داخل گل چی و اینا، چون قبلا مثلا گل و ماساژ و اینا دادم واسه اینکه بتونم زودتر ویدیو رو پیش ببرم، واسه میدونم که داخلش مثلا سنگی چیزی نیست. ولی شما اگه گلتون تازه خریدید حتما خوب گل رو ورز بدید. ولی کار جالبی که میتونید انجام بدید وقتی کاری درست کردین، خب کار اول ممکنه صاف و صوف در نیاد، دوستش نداشته باشی، خیلی هم طبیعیش مشکلی هم نیست. خب بال بودم هماهنگی من هر وقت ویدیو میخوام بگیرم میاد سلام میکنم. فکرم به سفالگری علاقه دارم. خب گلو مخروطی شکلش کنیم. باورتون میشه هنوز فکر نکردم که میخوام چی براتون درست کنم. به نظرم بریم یه کار مینیمال باحال انجام بدیم، یه کوزه کوچیک مینیمال. البته من بعداً طریقه چون مینیمال یکم شاید نتونین جزئیات کامل ببینیم، من بعداً کار بزرگو بهتون یاد میدم که چه جوری بخواین گلو بیارین بالا، ولی فقط صرفا واسه اینکه ببینید چه حس خوبی داره و بتونم نکات کوچولی بهتون بگم. کوچولم خوبه ها، یه نکات کوچولی بهتون بگم. میخوام یه کوزه کوچولو مینیمال در بیارم که کنار هم لذت ببریم. نه زیاد سعی میکنم که بیشتر ببینه. حالا تو اون کاری که میخوام بزرگ انجام بدم قطعا بیشتر براتون توضیح میدم، چون ما حالا با هم کار داریم. با یه کوزه که کارمون تموم نمیشه. این باشه یا این، بریم سختش کنیم با این. حالا خیلی چی داغونی داریم. من خودم خیلی کار مینیمال دوست دارم، خیلی باحاله. سخته، خب مخلوطی زیاد نمیشه دیگه، میدونید چون کوچوله. بریم قطعا برای کار کوچیک به یه ابزار این قلمه یا حتی همین سرزن، یه چیزی که کار رو اینجوری بکشیم بالا نیازه. یکم با انگشت ممکنه سخت باشه و حتی با این گوگولی های، البته این مامانشونه مثلا این میرسه اینا هم میشه روش تر انداخت روی کار با این ابزارا. وقتی کار تمام شد اینجوری فشار بدیم فرو رفته، یعنی با انگشتم میشه ها، با انگشتم خیلی باحاله، من با ابزار باشه. بزن دستم رو خیسی کنیم. مرکز نیست تاب داره. یادانگم برای چی بستم. نظرم اوکی شد. میشه کار آورد بالا. جلو میگیرم آروم میره داخل. خب اینو باز میکنم. صورت یه استوانه
یکم فشار میارم ولی بقیهش رو به سمت داخل که این لبه پایین کارچه جوش یکم توپلی شد. آروم انگشتم رو کشتم به سمت کف پایم جای کنم. خوب الان آروم دستامو میارم به سمت ما. میبینید داره به هم نزدیکتر میشه. ببینید چجوری شد. قلم میذارم داخل. آروم قرارش میدم کنار گلمون، نقشی که میخوایم بیاریم برای گردن کارمون و بعد آروم دستمو میکشم بالا که این حالت ستون میشه. اینو میگیره و بعد آروم گلمون میکشم بالا. جلو خود گل کم میبینید گردن کار میاد بالاتر. دقت آروم باید انجام بدیم که کارتون تا بر نداره. باز شد همینجوری میکنم که لبش یکم باز بشه. من چیزی هم بهتون بگم، حتما لازم نیست کاری کنید کارتون خیلی پرفکت و بدون نقص باشه. اگه قرار باشه همه کار مثل هم باشه خب ببینید اگه قرار باشه کار بدون نقص باشه که همه کار شبیه هم میشه. چه کاریه آدم همش بره اگه فروشگاه خرید کنه. همین نقصی که داخلش هم قشنگه، زیاد حساسیت به خرج ندید. من که کارتون اوکی، کار ظریف و خوشگله اوکیه. اگه مثلا دارم میگم مثلا حالا این گردن کار زیاد باریک نبود، سخت نگید بگید وای نکار من، نه اینم خیلی خوبه، خیلی قشنگه. چرا که فکر میکنید زشته؟ من به نظر الان گردن کارم زیاد باریک نیست، ولی خوشگله. من بخوام میتونم باریکش کنم ولی نمیکنم. ببینید نزدیک فقط این قسمت سر کار رو من یکم آره
کار مینیمالی میذاره، اصلا خودش در میاد یه سخته، کار بزرگ رو نداره. کار بزرگ رو حتما باید بزنیم یکم کار خودش رو بگیره. نیفت فکر کنم یکم بود برداشتم، مثلا یکم تهش چسبید ولی اوکیه. این چی بامزه است؟ این چی بامزه است؟ یه کوزه خیلی بامزه، ساده، یعنی ساده ترین مدل کوزه رو من انجام دادم به همین راحتی. میشه بالش و فرمش رو عوض کرد، لبه ها رو پهن کرد، خیلی 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 کار میشه انجام داد. صرفا این نیست که فکر خب یه کوزه به این شکل، نه، کلی میشه روش ترد، اصلا خودتون هر کاری دلتون خواد انجام میده. اصلا گردنش کوتاه باشه، لبش پایینش توپل‌تر باشه، هرچی میخوای انجام بده، حالشو ببر. مثلا الان من خیلی راحت اینو اینجوری به همین سادگی بفرماشم، بس بازم به نظر من خوشگله. میبینی کار آوردم بالا، در آخر به فرمش کردم. خب امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید و حال دلتون هم خوب باشه. تا یه ویدیو بعدی، خدافظ.